سلام سلام بچه ها سلام. این یک یک کلاهبردار این میگم بنگادار. من پیش امروز بنگادار سید منصور رفتم. یه 5 6 ماه پیش رفتم. همین بنگادار پیرن سفید داره وایستاده. این بنگادار رفتم این خانه را نگاه کردم و پسند کردم میخواستم بگیرم. بعد قرارداد نوشتیم. من 130 میلیون ریختم دیگه. 20 میلیون خانه رهن بود. بعد 130 رو ریختم. قرار بود خانه رو 3 روزه خالی کنم، خالی نکرد. بعد مرا پیچون یه ما گفتم مالا که خانه رو نمیدی بیا پول مرا بدید. 3 ماه مرا پیچون پول مرا 17 میلیون تومن نداد. از 130 میلیون 17 میلیون نداد دیگه. ما را رفتم پیش پاسگاه، رفتم و اتحادیه بنگادار را رفتم هر کاری کردم دیگه. بالاخره آقا مقصر ما شدیم دیگه، چون خانه را ما را بنگادار خانه را ما را نداد، مقصر ما شدیم. یه آدم خیلی آدم کلاهبردار است، سید منصوره، در استان قزوین چوبیندر بشنه دیگه. خدمت ترس کن من چقدر کلاهبردار همین بنگاداره. همین اینقدر سر مردم کلاه گذاشته سر همشهری. شیر کن لایف چه ویدیو رو شیر کن خواهش میکنم دیگه. حداقل هم وطنداره دیگه ما سر این سرشون تا کلاه نریه. می آدم فقط وظیفهش اینه که سر همشهری های کلاه بذاره، هیچ کس هم کارم نداره. اصلا پیش هم رفتم شورای استان رفتم عید کردم که آقا اینمی آدم سر با کلاه گذاشته. گفت برو شکایت. رفتم شکایت پر کردم، ثبت نکرد. گفت شما حتی پای نمیشه شکایت ثبت. دیگه تا من دیگه شکایت هم نکردم، گذاشتم در خدا. خدا حافظ شما. وطندار فقط مواظب باشید.